قهرمانان جام ملت‌های آسیا از اول تا آخر. بریم ببینیم. سال 1956 کره جنوبی، سال 1960 کره جنوبی، سال 1964 اسرائیل، سال 1968 ایران، سال 1972 ایران، سال 1976 ایران، سال 1980 کویت، سال 1984 عربستان سعودی، سال 1988 عربستان سعودی، سال 1992 ژاپن، سال 1996 عربستان، سال 2000 ژاپن، سال 2004 ژاپن، سال 2007 عراق، سال 2011 ژاپن، سال 2015 استرالیا و سال 2019 قطر. بیشترین قهرمانی توسط ژاپن با 4 بار قهرمانی و بعد از ژاپن ایران بیشترین قهرمانی رو داره. حالا بگید ببینم با ترکیب گواردیولا میتونیم قهرمان بشیم یا نه؟